نام خداوند مهربان، عرض سلام و احترام خدمت همه دوستای عزیز ما که ما را بیننده هستین از چینل یوتیوب هرات پامیر. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال باشین و ایام ماه متبرک رمضان به خوبی و خوشی و با عبادت سپری بکنین. دوستای عزیز، به سلسله گزارش ها امروز آمدیم در بانگای موتورفروشی و نمایشگاه موتورفروشی در سرک پل پشتون و امروز در موتورفروشی احمد فاضل علیکوزی آمدیم که یک گزارش خدمت شما تقدیم بکنیم و ببینیم که بازار موتورفروشی امروزه در هرات و در شرف سال نو چگونه هست و گفتیم که یک گزارشی از این جنبه شما ثبت بکنیم تا دوستای عزیز ما که خارج از کشور هستند با موتورهای لوکس و تیزرفتار هرات ما بیننده باشن و ببینن. تا آخر گزارش با ما همراه باشین دیگه ببینیم که برای شما چی میتونیم تهیه بکنیم. سلام مجدد خدمت همه شما دوستای نازنینی که از دریچه هرات پامیر ما رو بیننده هستین و قسمی که گفتم امروز در موتورفروشی علیکوزی قرار داریم و در کنار عزیز دل ما قرار است که صحبت‌های با آقای علیکوزی داشته باشیم ارتباط به موتورفروشی از اینا و ببینیم که چی موتورهای در اینجا به فروش میرسه و چند نوع موتور و چند مدل موتور دارن و بیشتر صحبت‌ها رو میپردازیم با آقای علیکوزی. سلام بر شما. خوب هستین؟ سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیز. امید که جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به ماه مبارک رمضان آمدیم. مال چای و نوشیدنی هم نمیشم به باز گفتاری ان شاء الله. فدای شما. یک جان سپاس از اینکه وقت خود برای ما دادین و چند دم حاضر شدیم با ما هم صحبت باشیم و هم کلام باشیم. علیکوزی صاحب، میشه که بگیم از چند مدت به این طرف وارد کار موتورفروشی شدین و بازار موتورفروشی امروز در هرات چی رقم؟ از ما خوی کسب دیگه از اجاقام به ارث رسیده دیگه به یک حساب، چون اینا 20 سال به داخل موتورفروشی هم دیگه باز ما و برادر کلام من بیامدیم داخل موتورفروشی. بازار موتورفروشی امروز در هرات چی رقمه؟ بازار موتورفروشی در هرات نسبتا خوبه، نسبت به دیگه ولایات هرات خوبه بیتره. بله. بسیار خوب. چند مدل موتور میشه که بگین که در نمایشگاه خود داریم برای ما؟ ما دیگر موتور داریم، موتور شاسی بلند داریم، موتور شاسی پی داریم، مارکس داریم، فورنر داریم، کرم داریم، دیگه موتورهای مناسب پیسوی داریم، پریس داریم، آکوا داریم، دیگه این موتورها مازدا داریم. هر نوع موتور هست اینجا. نفری که بیاید دیگر رقم موتور مستواشه شما داریم. بله. بسیار خوب. میشه که بگیم در این مجموعه چقدر سرمایه گذاری شده و به غیر شما چند نفر مثلا وارد از مجموعه موتورفروشی هستند؟ به غیر از ما هم خود دست به کسب زیاده، تقریبا دیگه حدود 4-5 لک دلار اینجا سرمایه گذاری شده و دیگه ببینیم. بسیار خوبه. میشه که با شما بریم بیرون چند مدل موتور برای ما نشان بدین و معرفی بکنید، درسته؟ بله افتخار. بله بخیر. موتورهای نوارد کرم داریم، مارکس داریم، دیگه دست افغانستان فورنر داریم، دیگه موتور آکوا داریم. این موتور نوارد ما داریم. میشه که ارتباط بزی موتور برای ما کمی؟ این موتور فورنر 2008 رنگی که میبینید سیاه، مکتوب کابل، دیگه بی تکر تبدار کمک برقیه، دیگه مشخصات نه.
چی قیمت های بیشتر اینا رو به فروش میرسونید؟ این قیمت ها 12,000 11,500 13,000 قیمت موتورهای شیک و مقبول مثل کرون و مارک ایکس اینام هست اینجا دوستای عزیز که بیشتر الکوزه سه برای ما تشریحات و توضیحات میدن. این موتر هم کرون 2014 مدل نه دیگه دست پاکستان نه وارده. دوست قیمت ها از اینا دیگه 5 لک 4 لک 6 لک قیمت از اینا. بسیار خوب. نام خدا مت شیپ برابری ولی موتر نوارده. سواری و حساب نرم سواری دیگه باز اینا دیگه سلطان جادای میگه. بسیار خوبه. میشه که برای ما دیگه هم موتورا تشریح بدیم توضیح بدیم برای ما و دوستای عزیز ما. این موتر هم که میبینیم موتر مارکس دیگه بیشتر جوانا شوقی ایراد ما شما حساب شدن دیگه بالا تام سومش موتر ایراد ما شما بیشتر دیگه این موتر تز رفتار جادا دیگه موتر فکر کنم مصرف از این موتور هم کمی بالاتر هست. مصرف سوختی بالاتره ولی به می خاطر جوانا شوقی استفاده میشه. چند سلنده؟ 6 سلنده. دوستای عزیز دیگه از موتور فروشی ها که هر چقدر قصه کنیم و صحبت کنیم هر نوع موتر و هر نوع سلیقه در هرات به کار برده میشه که از بابت موترها دیگه به گفته الکوزه سب موترهای مارکس یا مارک ایکس بیشتر جوانا میپسندن به خاطر تیز رفتار و کمک چی میگن کشی و بالای. بسیار خوب. خب دیگه چی نوع موترهای هست؟ موترهای که مصرف مگه فعلا موتر آکوا اینا موتر مناسبیه هم که مصرفه به حساب مصرف و سوخت اینا خیلی که مصرفه. این موتر آکوا 2012 هم نوارده. بله. چی قیمت های اینا؟ اینا قیمت های 2.5 لک 2 لک و 30,000 قیمت های. بسیار خوب. دوستای عزیز میریم با شما تصویرهای موترها رو میبینیم و انشالله در ادامه برنامه با شما هستیم. خب دوستای عزیز قسمی که دیدیم نام خدا موتورها زیاده دیگه و چند مدل موتورهایی که امروزه در هرات بیشتر به فروش میرسه و بیشتر مردم عزیز ما میپسندن آقای الکوزی برای ما نشان دادن و میشه که بگین که بیشترین فروشی که امروزه در بازار موتور فروشی موتورها فروش داره کدام موتورها بیشتر میبرن؟ به ولایت هرات بیشترین فروشی که داره موتر مارکس داره و موتر برقی داره. باز به دیگه ولایت تصویر گرفتم موتورها پسو که هست به صف اول استاده. باز به دیگه ولایت باز مثلا مثل فاریاب و میمنه که هست باز اینا بیشتر فروشات داره. با بعض ولایت هم موتورها مازدار میکنه ولی به هرات بیشتر موتورهای مارکس و کرون و موتورها آکوا یا موتورها پاریس اینا بیشتر فروشات داره به هرات. چرا به دیگه ولایت ها مثلا این موتورها بیشتر بازخورد نداره خیلی مشتری نداره به نظر شما؟ به دیگه ولایت هم داره موتور نسبتا کمتر به خاطر که باز به هرات جوانا شوقی ما شما بسیار هم به می خاطر باز موتورها مارکس و کرون و موتورها اینا سوار میشن. بسیار خوبه. بیشتر موتورهایی که در هرات سواری میشه یا شما میفروشین به دیگه ولایت ها انتقال داده میشه از شما؟ به دیگه ولایت ها از دیگه ولایت نفر بی از شما خریداری کنه؟ بله بعض وقتا از دیگه ولایت حتی از کابل هم میام از ما خریداری میکنم میبرم دیگه بر ولایتی که خواسته باشه ما فروش میرسونه. بسیار خوب. در تمام مجموعه موتور فروشی شما موتورهایی که به فروش میرسه
دارای سند کاملی هست، درسته؟ سند کامل و سند موتور فروشی خود ما بزی میدیم، ولی سند این موتورها یک کلیک هست دست پاکستان، امی سند موتور فروشی خود بانگا که بزی میدم. باز موتورها دست افغانستان که هست ای جواسر داشته باشه خود جواسر داره، اگه نداشته باشه باز خود مکتوب و سند کاغذ خرید که عدلیه برای ما میدیم برای اینا. بسیار عالی. پیام شما و گفتنی شما در اخیر آقای علیکوزی برای مردم عزیز ما، برای کسایی که شما رو میبینن چی است و خواست شما از خریدارهای محترم، کسایی که میان موتر میخرن چیه؟ چی قوانینی رو باید رعایت بکنن؟ دیگه پیام ما اینه که یکم به خاطر که بیشتر مردم با مشکل خوردن، به خاطر که موتورها رخ سرک میخرم یا موتر به ولایت میرم اینجا به گرده پارک سند نوشته میکنم، باز بعد مدت یا موتر دزدی می باشه یا شاسی خوردگی می باشه، باز میام به اینجا که میگم مثلا موضوعات من کلام میشه، میگم موتور کجا خریدی؟ یا میگه کنار سرک خریدم، یا میگه گرده پارک خریدم. میگن کو سند تو سند هم میره با کسی ها نوشته میکنه و سند نه سند ضمانت بخو میگیره نه چی سند مرته که میده بره میره بخیر. دیگه از موتور فروشی که باز خریداری کنم موتر از هیچ وقت مشکل نمیخوره، اگه مشکل هم بخوره پیگیری میشه موتر از دیگه. خواست ما مینه ولی هر جا میخرن از موتور فروشی بخرن، چون موتور فروشی که هست معتبرتره، نمیرم گرد پارک بخرم باز ما مشکل میخوره. واقعیت هم همین رقم دوستان عزیز، وقتی که یک موتر شما خریداری میکنین از یک جای معتبری اگر باشه، به گفته آقای علیکوزی خیلی بی‌ترتر خواهد بود، هم برای شما هم برای کسی که فروشنده موتره و خدای نکرده دیگه شما به دیگه دردسر قرار نیه که بفتین، خدای نکرده دزدی باشه موتر یا شاسی خوردگی باشه یا بالاخره موتر از دیگه کس باشه، صاحب دیگه کس باشه، یک نفر دیگه بیای پول نیاز داشته باشه موتر بفروشه. یک جان سپاس از شما، خیلی ممنون که وقت خود دادین برای ما. تشکر، ان به امید قبولی اطاعت و عبادات شما. روز شما بخیر باشه ان شاء الله. قربان شما، تشکر از اینکه اومدین، باز بخیر ان شاء الله. یک افتاری هم باز به این طرف. قربان شما، تشکر، سلام باشید. دوستان عزیزی بود گزارشی که از موتور فروشی علیکوزی برای شما تهیه کردیم. خدا کنه که تا اخیر برنامه خوش شما آمده باشه و نظریات و پیشنهادات و انتقادات نیک خود در شماره‌ای که در زیرنویس هست برای ما در واتساپ پیامک بکنین و سوژه هایی که در فکر شما هست و جاهایی که دلتنگ دیدن اوجا هستین برای ما پیامک بکنین، حتما ما اونجا خود میرسانیم و یک گزارش فوق العاده خوبی برای شما تهیه و ترتیب میکنیم. و به قول شاعر میگه که من طریق سعی میارم به جا، لیس للانسان الا ما سعی. شب و روز همگی شما خوش، طاعت و عبادات شما قبول باشه ان شاء الله. ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید.